برای امام حسین چه کارا کردن. گفت زن چی میگی؟ هی میگی روزه بگیر روزه بگیر. من تا الان روزه گرفتم هر سال 10 اول، اما تو میدونی من از پارسال تا امسال ورشکست شدم، مالم از دستم رفت، زندگیم از دستم رفت، چیه میگی روزه بگیر؟ یه نگاه کرد به شوهرش گفت نه، من یه چیزی گذاشتم کنار، برو بردار بفروش، امسالم برای حسین روزه بگیری. گفت زن چیزی قایم کردی؟ خب تو که طلای پولی کنار گذاشته بودی، چرا وقت ورشکستگی من به من ندادی که آبرون بره توی شهر، همه بگن فلانی که حسینی بود زمین خورد؟ زن یه نگاه کرد گفت آقا اونی که من کنار گذاشتم پول و طلا نی. گفت چیه با؟ گفت پسرمونه 13 سالشه، فردا صبح سرشو بتراش ببر محله برده فروشا بفروشش، پولشو بیار خرج روزه حسین کن. گفت چی میگی زن؟ بچه‌مو برم محله برده فروشا بفروشم، فردا توی شهر بگن تاجر ورشکسته بچه‌شو فروخته روزه گرفته؟ گفت آقا نه، سرشو بتراش ببر محله هله شهر بغلی، اونجا تو رو نمیشناسن، بچه‌مونم نمیشناسن، ببر اونجا بچه رو بفروش. گفت به بچه‌مونم گفتی؟ گفت آره. پسرم اومد. بله بابا. پسرم مادرت چی میگه؟ پسر همونجور که سرش پایین بود گفت بابا مادرم قصه امام حسین رو گفت که ماها مدیون حسینیم، بابا منو بفروش، منو به نوکری حسین بفروش، با پولش روزه برای حسین بگی، من راضیم. پسرم بردگیه، بفروشمت از این شهر میبرنت، از این مملکت ممکنه بری، هیچ وقت بابا تو دیگه نبینی. گفت باشه بابا، میارزه برای حسین آدم در به درم بشه. بابا صبح سر بچه رو تراشید. اونا که 2000 خرج حسین میکنید، منت سر حسین میذارید، حسین منت پذیر نیست. بشنوید، صبح سر بچه رو تراشید، بچه رو برد محله برده فروشا هله. اول صبح شغلش برده فروش نیست، نگاه کردید برده فروشا صف به صف وایسادن داد میزنن، اینم یاد گرفت، شروع کرد گفت برده دارم، برده جوونه، عمری برات کار میکنه. مردم میمدن نگاه میکردن، این بچه 13 ساله به درد کار نمیخوره، ضعیفه، میرفتن. این تا غروب داد زد. ما که تا بچه نفروختیم ببینیم چه زجری داره. آخه بچه بخواد بره، بچه 2 روز میره مسافرت جیگرت پاره میشه، حالا بخواد بره بردگی. تا غروب داد میزد برده دارم، برده قدرت داره، قوت داره، هی میگفت، هیچکی نخرید. غروب به خودش گفت شاید روزیه که مادرش یه بار دیگه بچه رو ببینه. اومدیم برگردیم، دیدم سواری داره میاد، آقای بزرگ روی مرکب. رسید به من، برده تو میفروشی؟ گفتم آره آقا میفروشم. آقا فرمود میخرم به یه شرط، کیسه میدم بچه تو میگیرم، بدون که کیسه رو بشماری بچه تو میگیرم. دیدم بزرگه، گفتم آقا شما بزرگید، اهل بدی نیستید که بخواد کم بگذارید، من قبول دارم، شما هر چی بدی من بچه‌مو میدم. یه کیسه داد، بچه‌مو سوار کرد. گفت برده 2 تا شرط داره بخوای بیای من اربابت بشم، 1 فرار نمی‌کنی، 2 هر چی من گفتم گوش میدی. بچه‌م بهش گفت آره. بچه‌مو سوار کرد، راه افتاد، کیسه رو وا کردم، به بنزه تمام بدهی‌ها و 10 محرم تو کیسه پوله. راه افتادم سمت خونه، اما دل تو دلم نیست. بابا ابراهیم اسماعیل رو برد، آورد زیر گلوی اسماعیل، یه خورده سرخ شده بود. مادر وقتی فهمید هاجر 3 روز تب کرد و مرد. من برم خونه به این زن چی بگم؟ حالا دیشب داغ بوده یه حرفی زده. مادر ها میشنوید، جوونا بابا ها میشنوید. میگه اومدم در خونه در رو یواش وا کردم، رفتم تو، دیدید مادرها داغ میبینن، چادر رو میزنن رو صورتشون، گریه میکنن. دیدم زنم یه گوشه نشسته، این چادر انداخته رو سرش، هی میگه حسین قصه نخور آقا،
من بچه‌مو فروختم، تو همه بچه‌هاتو به کشتن دادی. حسین آقا ارباب ناراحت نشو، من بچه‌م سالمه، تو بچه‌هاتو تیکه تیکه کردن. هی این حرفا میزنه. آخ آخ آخ. صبح رفتیم شکر و قند و چایی و شیرینی و آقا دعوت کردیم و فردا شب نه پس فردا شب اول محرم آقا نشست رو منبر روزه خوند. رسید به روزه تا گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. میگه دیدم زنم وارد شد با صورت پریشون، آقا بچه‌مون فرار کرده، اومده دم در الان آب رومون میره، ارباب میاد بچه رو میخواد یا پول میخواد، ما که پول نداریم، همه رو رفتی بابت بدهیا دادی. میگه پیرمرد میگه دویدم دم در دیدم بچم وایساده سرش پایینه. بابا من که به تو گفتم بردگی سخته، بابا با آبرو من بازی کردی، چرا فرار کردی؟ میگه من همین جوری که داد میزدم بچم میگفت بابا به ابوالفضل من فرار نکردم، به علی اکبر من فرار نکردم، ارباب خودش من آورده در خونه. چی میگی بچه؟ بابا ارباب من آورد اینجا پیاده کرد، ما به بابات سلام اسد مهدی رو برسون. ناله کنید سلام اسد مهدی رو به مادرت برسون. اسد مهدی تازه فهمیدم یوسف زهراست. بابا یه حرفی گفته بهتون بگم. چی گفت؟ گفت به بابات بگو جد غریبم حسین راضی نمیشه، کسی برای روزش بچه‌شو بفروشه. تلك